و خاطری که اگر ما در عموم نظر کنیم حکومت رحمانوف اگر نظر کنیم بالا بسیارتر و بسیار ظلم کردگی است بالای مردم بدخشان. یعنی خیلی از ظلم های حرفه‌ای کردگی است بالای او مردم. او مردم در همه حالات چند ساله ها است که با این برنامه های شموش داخل خب مبارزه می شود و او مردم هم میکشه به هر بهانه. یک مطلب خب بر اومد که با خب دستگیری و هدایت های پیشوای معظم ملت کمک های دوامدار یا که کمک های کاروان کمک های جنابی عالی به منطقه های تاجیکستان، شهر خب کلاب، خب درواز و ونج و نمیدونم بدخشان و اشکاشیم روان کرده شد. و در کلاب عادتا یعنی ما ندیدیم اینمو جشن و جشنواره رو در دیگر منطقه ها، ولی در بدخشان که چند ماهی پیش خون ریخته بود، اشک چشم مادران ریخته بود، فرزندان اون منطقه را بردن، بهترین ها رو زندان کردن، گروه دیگر را دزدیده بردن، گروه دیگر را فرزنداشون کشتن. و در اون منطقه ما وقتهای آخر باز میبینیم که اون رئیس و اون مسئولی که اونجا تعیین کردن کوشش میکنن برای مردم یک صنعت و یک رقص و یک بازی و گویا همه چی اوکی است و خب فراموش باید کرد و قتل و کشتار و بدبختی که بالای شما آوردن به ما فراموش بکنیم و خدمت ها و نمیدونم خیرهای پیشوای ملت رو قبول بکنیم با رقص و بازی. ولی اگر یک انسانی با عقل و بخیرت نظر بکنه برای آوردن 3 میکر اتوبوس و تا از امور نمیدونم رفیق های سالهای 1900 گشنگی او یک خدمت های خیرتمندانه باشه، من میگم وای به حال شما برای دولت دارا. در عصر 21 در عصری که اصلا دیگه مردم از اتوبوس و میکر اتوبوس استفاده نمیبره، دیگر مردم هم ماشین های شخصی دارن، الکی ماشین های برآمده است که بدون راننده هم راه میگرده. ما نو تازه به همون اتوبوس هایی که سالهای 90 و 95 دانشجوها را به مکتب و مدرسه و به کار و کالخوز و سوخوز میبرن، حکومت امروزه نو تازه به این برنامه رسیده است برای 3 اتوبوس مردم در اونجا جمع کردن رقص و بازی. و منظور از این رقص و بازی چیست؟ چرا در کلاب این نمود رقص و بازی نشد؟ چرا در نمیدونم دیگر منطقه هایی که ما شما داریم رقص و بازی نشد؟ ولی در اشکاشیم با سرود و با شعر و با یک واهمه که ببینید که رحمانوف برای شما چقدر غمخوار است. ای مردم او ویل کنین شما گل بدین خواب مرد رفت دیگه دنبالش نگردین. محمد باقی را کشتیم و دنبالش نگردین. 10 کسی دیگر را چون چهارشنبه و چون نمیدونم آرز و چون امریدین و چون شمسیدین و دیگر 10 کسی دیگر ما زندان کردیم و دنبالش نگردین. ببینید جناب عالی چقدر غمخوار است برای شما. این اتوبوس براتون روان کرد، بیایم برقصیم در یک جایگی، شعر و سرود خونیم، تعریف بکنیم، کف بزنیم به غمخوری های به سیاست خیرتمندانه جناب عالی ما که برای ما اتوبوس روان کرده است. کو بچه چیکار میکنید؟ خب محمد باقی تروریست بود، خائن بود، جنایتکار بود، گلبدین خائن بود، گلبدین نمیدونم سرکشی از خانو کرد کشتیمش. خب بیا چیکار میکنید اونورا؟ یک گروهی مردم به همین برنامه خود متحد کردن، داده شدن، مردم میبرن رقص و بازی. منظور از این نیست که اینها حکومت نشان بده که ما به رقص و بازی، نه، منظور از این که حکومت در جامعه جهانی نشان داده که اون منطقه آرام است. ببینید رقص و بازی را، ببینید شعر و سروده، ببینید ما همو خائنا و همو دشمنای وطن و ملت ما از بین بردیم. مرحمت کنیم، ما میریم داخل همین میمون بازی هایی که کردن. نگاه کنید برای اینمی یک 3 دانه اینمی اتوبوس نگاه کنید صنعت.
ای خدا. اینه همین نمون نقلیات آدمی شب روز استفاده و نخواهش ای بس دیگه. این حالا با صورت کلام زده است. سوال اینجاست که از کدام حساب کمک های کاروان کمک های پیشوای ملت از کدام حساب این نمود در این شب روز این نمود 4 اتوبوس رکلام کردن که جناب عالی غمخوری کرد عیب است. اینقدر شما بی مفکوره هستین. یک چیزایی که از بین رفته از کایها باز دیگه این نیاز به رکلام نداره. این کارها وظیفه یک مسئول است. وقتی که در ما داریم به نام ولایت و شهر و ناحیه داریم، حکومت شهر و حکومت ناحیه داریم، خب این چیزی عادی است. آخه نقلیات های تامین کردن واسطه نقلیات برای مردم یک چیزی عادی است. این مردم شما نمیدونم از پشه کرکدیل ساخته استین، از پشه ورتالیات ساخته استین. میگن ورتالیات زمان شد اول هم تری بود با ورتالیات شد. 3 تا اتوبوس قطعی تاین همین ماشینای سال 1900 بعد از جنگ بردن موندن. همین رکلام دارن در تمام صفحه های اجتماعی که آنا پیش ببینین پیشوای سیاست خردمندانه پیشوا را ببینید برای شما اوازی که ما بردیم. پس تا امروز نداشتن که مردم اینقدر خرسان شدن. اتوبوس نبود که مردم اینقدر رقص بازی کرد که اورا جناب عالی کانتاژان برای ما اتوبوس را کردی. واو بلیوز خدا ای مردمی چی دولتداری از شرمنده ما کردین. این ما میگه که شما شرمنده میکنیم را. این ای از بدبختی که از دوشنبه تا بدخشان این همین خیلی یک کاروان دیگه همون اگر خطا نکنم 2 تا اتوبوس باشه 500 تا دیگه کارگری مقامات دادیم اتوبوس دویده رفته. اگه جناب عالی ببین پدرکو باشه. خب نگاه که عکسشه این همین 3 تا که میرم دیگه خواب استفاده شده از اون چیز جدید نو نیست. این پتین یعنی زمانوی نو نیست. این میلیون نمود عکس گرفتن دارم یک نگاه ای جنابی عالی خانش از انا یکی سیاستی خردمندانش خیلی زور کرد. نگاه شه بابا این او بچه این میره سیاست خردمندانش برای مردم بدخشان تحفه کردن. با میگن که نمیشه. دیدین این سیاست ببینین این سیاست ببین خردمند کشید همین میشه. خردمند بود هر کی دانا بود. انا نگاه که شو نگاه که با دقت سی همین قدر مردم جمع کردن اومده است با مردم پول خود یاد در تماشای این اتوبوس انده خیلی است که سالای همو پیش یک فوتوگراف می اومد یک عکسگیر می اومد نه سالای 90 چند 98 99 2000 خب گرچه کودک بودیم ولی یاد داریم وقتی که یک فوتوگراف می اومد دیگه هم میدوید گیر میکرد دیگه بول کامera فوتو بگیر کامera صورت بگیر. بعد از 20 سال بعد از 25 سال محال هم فهمی شد دیدگاه حکومتی محال هم همون فهمیش است که وقتی یک اتوبوس باید برای یک منطقه باید مردم درگیر و جمع شو عکس گیری کنه رقص کنه و سیاست خردمندانه جناب عالی برای ما اتوبوس را کرده. ای بخدا قسم این نمود نظام فرسوده و بی معنی است دیگه. این من نمیفهمم شما را چی بگم شما را مشوره چی شما که از کی شما را عقل و دانش و تمیز یاد میده کی شما را میگه این کارا بکنین نه خب برای 3 تا اتوبوس رکلام روی رکلام اخبار و تلویزیون رادیو دیونا ممکنه که ای مردم خب من گیریای من نه از اون است که بیش اما بحث من سر این نیست که شما رکلام دارین. بحث سر من سر این است که شما این مینویرین در بدخشان برای چی رقص و بازی میکنین با خاطر میخواین او جنایتی که کردین او قتلی که بالای مردم کردین 10 کس زندان کردین او غضبی که مردم بالای سر شما داره شما میخواین او غضب او قهر او نمیدونم نفرتی که مردم بدخشان نسبت شما داره او را رو پوش بکنین.
شما جنایت سال 2012 رو پوش کنید، جنایت 2016 و 17 رو پوش بگو، جنایت ماه دکبر رو پوش بگو، جنایت ماه یولی آگوست نمیدونم دیگر ماه رو پوش باید بکنید، قتل خب گلبدین باید رو پوش و قتل خب باقر محمد باقر باید رو پوش و قتل سبزعلی باید رو پوش و قتل ده ها کس دیگه باید رو پوش و زندان کردن روزنامه‌نگارا و ژورنالیست‌های بدخشان و جوانان فعالش که از روسیه بردن حبس یک عمره و بعد سال‌های طولانی باید روپوش بکنین. در برابر شما چی 3 هفته باز ماه بگیرین. من فقط اینا چی گونه میبینم در عوض خون ده ها جوان، در عوض زندان کردن صدها جوان بدخشانی، این 4 تا هفته پوسیده است. من اینا از این زیاد دیگه نمیتونم شهر بتم که حکومت رحمانوف در عوض خون ریخته گلبرین و محمد باقر همه افتابوزا رو برای شما داد، گفت همین قرضش داره شما مردم، یعنی همین افتابوزا دا بشینین گیر بگیرید همو رو چه بگردین همو ناحیتون بگردین در همو گیر بگیرید ناحیه رقص بازی که موزیک رو بلند مونین همو بار حافظ رحمتون میگیم انا سکوری پامو شبین نیا کنید این نیا کن باور که من دست داده هیو دهم خالی سکوری پامو ششتن اصلا منطق بیرون است که در این شب و روز و در این زمانه. ولی حکومت حالا هم به همو برنامهش صادق است، باور که حالا هم به همو برنامه پوچش همی بنده خدا صادق است. گمان میکنه که همین سیاست همی است و دولتداری همی است و پیشروی همی است دیگه تمام، ما با همین سیاست پیش میرویم. دوامش کو با چی داره این؟ پنجاه عکس داره می سلوش با خدا این نیا که آنها ها رقص باشه. خب این از ویدیو با سیاست خردمنده رو میگه جوش با بیرم میکشیم کارچی اینجا که جده یک تعریفی بسیار حرفه‌ای میکنم یفتان شبه بود. خب والا پیدا میکنی صبر باشه. تک این مردم بی جمع کرده است پول خود مطابق برنامه کار کردی نمیاد. ده ها تا همه عکس های روبرو اینمی تمامی صحیفه ها دا پر. خب یک نواری بسیار تعریفی داشتن اما نوار پیدا این هشه نیا کنی. کاروان کمک نوبتی اساسگزار صلح و وحدت اخبار دا گفتیسیم با میره. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 32 واسطه نقلیات کمونالی اتوبوس‌های مسافرکش از شهر دوشنبه به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر کلاب حرکت نمودند. از شماره عمومی نقلیات مسافرکش 6 اتوبوس به شهر کلاب ولایت ختلان، 5 اتوبوس به شهر خاروق و به ناحیه‌های درواز، ونج، شغنان، روشان، اشکاشیم، مرغاب و ناحیه رشقلعه 3 اتوبوسی فرستاد. 3 دانه اتوبوس. از نقطه نظر دولتداری وظیفه اولین درجه است که این چیز باید برای هر شهر و ناحیه باشه. بلیاز خدایم به سوادو اوی نورمال چیز است که مردم برای کار رفتن باید استفاده برای میکرو اتوبوس‌های دولتی باید باشه. در شهرهای در راههای مرکزی باید چرخ بزنه که چکر اینه که رانده شده که مردم استفاده برای سری کار بره و معلمش مکتب بره و رئیسش کار بره و نمیدونم مدیرش کار بره و پلیسش کار بره، استفاده برای از این نقلیات ها باید استودنتش درس بره و شما همین را یک عمل رکوردی، یک عمل خیلی یک عمل خیرتمندانه میدونین. من نمیدونم خیرتمندانه یعنی شما چی زری برای خیرت چی را میبینین؟
یعنی از عقل و خرد و دانش استفاده بر جناب علی کارگاه تا امروز به عقل و به خرد بود که در اون منطقه نبود از پس شما اینقدر جشن و بازی میگیرینش. یعنی شما نو خرد آموخته، نو سیاست خردمندانه رو آموخته که اکنون در این شب و روز، اکنون بعد این همه قتل و کشتار در عوض خون شما 3 دانه اتوبوس، 3 دانه که در برابر همین 3 دانه اتوبوس این همین رقص و بازی شعر و سرود. چرا در دیگر منطقه‌های رقص و بازی نه فقط این میده در بدخشان؟ چرا؟ سوال به میون میبیو. این مهم است. ما الکی یک چیز میبینیم نه در عوض خون مخصوص، یعنی با گفت سپیسان این کارو را میکنی و میدونن در برابر یعنی که دیده و دونسته بالای اون مردم با این کار را میکنن که ما هم میکشیم تو نه هم رکلامتون میکنیم. یعنی چشم نمیپره مادری اون میلاد زنی بدخشانی مادری بدخشانی میگیره ولی ما در روز کنسر میدیم با خودتون میرقصین، از داخل خودتون با کسایی رو پیدا میکنین رقص و بازی میکنین. ببینید چه خیلی جواب میتن در برابر مرگ گلبدین. این جوابی انا همو پرونده است. این رقص و بازی جوابی پرونده ای انا همو مرگ گلبدین و محمد باقر و 10 کس دیگر است. از این زیاد من در اینجا هیچ چیز نمیبینم، چون این یک چیزی نبود که باید رکلام بشه. چرا در کلوب رکلام نشد که مردمی کلوب اتوبوس ها را با تنتنه جشن گرفتند؟ او سیاست خردمندانه جناب علی مردمی کلوب پیشواز گرفت، رقص کرد، بازی کرد. چرا این کارو نکرد مردمی کلوب؟ چرا این مینا رئیس ولایت، قطعی رئیس ناحیه، قطعی رئیس شهر مجبور میکنه که شما در اون منطقه برای رقص و بازی بگیرید؟ شما برای مردم میگه که ما لبای کارو برای شما میکنیم، هم میکشیم تو نه هم فرزند از داخل خودتون 10 نفر دیگر رو میبریم در مرگ خودتون با میرقصین، با ما را تعریف میکنین. انا قاتله که ما میریم شما رو میکشیم با تعریف مون میکنین، در برابرش با میرقصین عکس ما رو در پیش اتوبوساتون میمونین رقص بازی میکنین در گردی من. این از جواب مقامات من همین گونه میفهمم. از این زیاد من درک نمیکنم این مسئله را.